از روش پناهندگی بهتر آگاه شوید. اطلاعات عمومی و روند پناهندگی یک فیلم اطلاعاتی از شورای پناهندگی کلن با بودجه سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم شده است. اطلاعات عمومی و روند پناهندگی افراد تحت تعقیب در کشورهای خود این فرصت را دارند که درخواست پناهندگی دهند. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان به اصطلاح بمف در مورد این درخواست تصمیم می‌گیرد. بمف یک سازمان دولتی در آلمان بوده و در دوسلدورف هم دفتر دارد. شما 1 یا 2 بار باید به دوسلدورف بروید. بمف بررسی می‌کند آیا آلمان مسئول رسیدگی به پرونده شما میباشد؟ یعنی قابلیت پذیرش درخواست. آیا به عنوان پناهنده در آلمان حمایت میشوید یا خیر؟ مهمترین مبنای تصمیم گیری جلسه مصاحبه است. پروسه پناهندگی، مصاحبه، تصمیم گیری، مدل های مختلف پناهندگی. وارد آلمان میشوید و درخواست پناهندگی خود را به مقامات مرزی، پلیس یا مقامات مهاجرت ارسال می‌کنید. شما درخواست پناهندگی خود را به بمف ارسال می‌کنید. این مرجع در مورد پذیرش درخواست بر اساس توافقنامه دابلین تصمیم می‌گیرد. سپس جلسه دادرسی در بمف برگزار می‌شود. بر اساس جلسه استماع، بمف در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم می‌گیرد. اطلاعات بیشتری در مورد رویه دابلین در یک ویدیو جداگانه وجود دارد. مصاحبه و تاریخ مصاحبه. تاریخ رسیدگی چند روز قبل اعلام خواهد شد. شماره پیکاتست شما، یعنی شماره شناسایی شخصی، در صفحه اطلاعات عمومی نمایش داده می شود. شما باید هر روز لیست را بررسی کنید. شما با اتوبوس به جلسه مصاحبه در دوسلدورف هدایت خواهید شد. در برخی موارد ممکن است مجبور شوید خودتان برای جلسه به دوسلدورف بروید. در این صورت بلیط در اختیار شما قرار می گیرد. حرکت صبح خیلی زود ساعت 5:45 صبح است. جلسه مصاحبه معمولاً در ساعت 8 شروع می شود. اما ممکن است مجبور باشید چندین ساعت صبر کنید. لطفاً آب و غذای کافی همراه خود ببرید. روند انجام. بمف یک مترجم به شما ارائه خواهد کرد. به این ترتیب می توانید دلایل پناهندگی خود را به زبان مادری خود توضیح دهید. حداکثر در این مرحله باید مدارک شخصی، یعنی گذرنامه کارت شناسایی، خود را به بمف ارائه دهید. عدم انجام این کار می تواند منجر به مشکلاتی شود، حتی سالها بعد. اگر در زمان مصاحبه قادر به ارائه اسناد شخصی نیستید، با یک مرکز مشاوره صحبت کنید. مصاحبه، جلسه دادرسی مهمترین تاریخ در روند پناهندگی شما است. مهم است که در جلسه دادرسی هر آنچه برای شما اتفاق افتاده است را بگویید و چه چیزی باعث فرار شما شد. وقت بگذارید و عجله نکنید.
خاطره فرار شما ممکن است بسیار احساسی و غم‌انگیز باشد. این طبیعی است. راحت باشید. مهم: رسیدگی و مصاحبه. همه چیز را با خود به جلسه بیاورید که دلایل شخصی شما را برای فرار ثابت می کند. این می تواند به عنوان مثال مقالات روزنامه، عکس‌ها، فیلم‌ها، پست‌های فیسبوک یا توییتر، شهادتنامه‌ها، نامه‌ها یا پرینت‌های ایمیل، اسناد، گواهی‌های پزشکی، بسته‌بندی دارو و غیره. اگر این رسیدها را همراه ندارید، بگویید بعداً تحویل می‌دهید. حقوق شما در جلسه دادرسی. شما حق دارید درخواست تغییر مترجم داشته باشید. در صورت وجود مشکل در درک، اگر احساس می کنید که او شما را جدی نمی گیرد یا اگر اظهارات شما به طور کامل ترجمه نمی شود. حقوق شما در جلسه دادرسی. شما حق دارید شخص مصاحبه کننده را تغییر دهید اگر به نظر شما مصاحبه نامناسب و غیر حرفه‌ای انجام می شود. شما حق دارید برای نماینده ویژه به عنوان شنونده درخواست دهید. اینها کارمندان خاصی هستند که برای شنیدن پناهجویان با پیشینه‌های خاص مانند ضربه‌های شدید روحی، تجربیات خشونت یا افراد زیر سن قانونی بدون همراه آموزش دیده‌اند. این باید قبل از جلسه دادرسی به صورت کتبی از بنف درخواست شود. همچنین شما حق دارید فردی را که به آن اعتماد دارید به جلسه بیاورید تا به شما کمک کند. این میتواند هر شخصی باشد. تنها شرط این است که او در روند پناهندگی نباشد. ابتدا باید این را به صورت کتبی در بنف ثبت کنید. شما حق دارید درخواست استراحت بدهید. جلسه را قطع کنید یا به اندازه‌ای که لازم است برای توضیح کامل دلایل فرار خود وقت بگذارید. پروتکل: در طول جلسه دادرسی، کارمندی که جلسه را برگزار می‌کند در مدت زمان مشخص به زبان آلمانی می‌نویسد. پس از پایان جلسه، متن به صورت شفاهی توسط مترجم به زبان شما ترجمه می‌شود. در صورت لزوم تصحیح تکمیل کنید. تا زمانی که تغییرات ایجاد نشده و با محتوا موافق نیستید، پروتکل را امضا نکنید. شما باید حتما این جلسه را جدی بگیرید و شرکت کنید. با این حال اگر به دلیل بیماری یا دلایل موجه دیگر از حضور شما جلوگیری شد، باید فوراً به بنف اطلاع دهید و گواهی مربوطه را ارائه دهید. اگر از نظر جسمی یا روانی ناتوان هستید، مجبور نیستید در جلسه مصاحبه شرکت کنید. هنگامی که شما از نظر سلامتی و بدنی و روحی و روانی در شرایطی نیستید، مجبور به این کار نیستید. روش‌های حمایت و حفاظت. ویژگی‌های پناهندگی. پناهنده یک شخص است. کسانی که به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا به دلیل عقاید و اعمال سیاسی خود خارج از کشوری هستند که تابعیت آن را دارند.
نمیتواند یا به دلایل این ترس‌ها نمیخواهد حمایت کشورش را دریافت کند. اگر زنان به دلیل جنسیت خود مورد آزار و اذیت قرار گیرند، میتوانند یک گروه اجتماعی نیز تشکیل دهند و درخواست پناهندگی کنند. آزار و اذیت یعنی چه؟ آزار و شکنجه هر عملی است که به دلیل ماهیت یا تکرار آن چنان جدی باشد که نقض جدی حقوق اولیه بشر باشد. به عنوان مثال استفاده از خشونت فیزیکی، ذهنی، جنسی، اقدامات تبعیض‌آمیز، قانونی، اداری، پلیسی یا قضایی، پیگرد یا مجازات نامتناسب، تبعیض آمیز، انکار، حمایت قضایی، تعقیب کیفری. مجازات برای امتناع از خدمت سربازی در یک درگیری زمانی که خدمت سربازی شامل جنایات یا اعمال مشمول بند 2 ماده 3 است. این به معنای جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، عمل ظالمانه است. اقداماتی که مربوط به وابستگی جنسیتی افراد می باشد و یا اعمالی که علیه کودکان می باشد هم می تواند شامل این موارد باشد. موارد زیر نمونه هایی از آزار و اذیت و تعقیب و دلایل فرار هستند. اگر برخلاف میل خود مجبور به ازدواج اجباری شده اید، اگر مجبور به کار یا جنگ برای ارتش یا سایر گروه‌های نظامی کودک سربازان یا شرکت در عملیات‌های جنگی که به قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند باشید، اگر نمی‌توانید در کنار خانواده خود بمانید زیرا در آنجا خشونت را تجربه کرده اید، خشونت خانگی، و هیچ حفاظتی برای شما در کشور مبدأ وجود ندارد، اگر مجبور به حمل و نقل یا فروش مواد مخدر یا روسپی شده اید، قاچاق انسان، برای دختران و زنان، اگر اندام تناسلی شما باید ختنه شود، ختنه، همجنسگرایی، دلایل مذهبی. تعقیب کننده کیست؟ آزاردهنده ها می توانند دولت، احزاب، سازمانهایی باشند که بخشی از کشور را کنترل می کنند یا افراد خصوصی. در مورد آزار و شکنجه توسط افراد خصوصی باید نشان داده شود که دولت نمی تواند، نخواهد حمایتی را ارائه دهد. باید توضیح دهید که تلاش بیهوده برای حمایت از دولت صورت گرفت. آیا به پلیس مراجعه کرده اید؟ آیا در پناهگاه‌های زنان مکانهایی وجود دارد؟ واکنش چه بود؟ گزینه‌های حفاظت داخلی. شما باید مطمئن شوید که گزینه‌های حفاظت داخلی وجود ندارد. یعنی هیچ حفاظتی در کشور مبدأ شما وجود نداشته است. زیرا به فرد تقاضا دهنده پناهندگی داده نمی شود در صورتی که شخص در قسمت‌های دیگر از کشور خود دلیلی برای فرار نداشته باشد و به آنجا حمایت به دلیل شرایط خاص را دریافت کند. به طور قانونی به قسمتی از کشورش امکان سفر داشته باشد و در آنجا پذیرفته شود و به طور معقول در آنجا ساکن گردد. به شما وضعیت پناهندگی یعنی پناهندگی داده خواهد شد اگر شما شخصاً مورد تعقیب قرار گرفته اید
و می توانید آن را ثابت کنید. هیچ وسیله حفاظت داخلی دیگری پیدا نکردید. روش‌های حمایتی دیگر: علاوه بر پناهندگی، شکل‌های دیگری از محافظت وجود دارد، مانند حفاظت فرعی، ممنوعیت اخراج ملی. حفاظت فرعی: اگر در کشور مبدأ خود با آسیب جدی مواجه شوید، واجد شرایط حمایت فرعی هستید. آسیب جدی عبارت است از اعمال یا اجرای مجازات اعدام، شکنجه یا رفتار یا مجازات غیر انسانی یا تحقیرآمیز، یا تهدید جدی فردی برای جان یا تمامیت غیر نظامی در نتیجه خشونت بی‌رویه در چارچوب یک درگیری بین المللی یا داخلی. برای مثال، اگر در معرض خطر یک جنگ داخلی قرار گرفتید. همچنین بدون محل اقامت، بدون مراقبت پزشکی، هیچ راهی برای کار یا محافظت از شخص وجود ندارد یا عدم وجود مزایای برای شروع مجدد و غیره. خطر می‌تواند شامل افراد مرتبط با دولت یا افراد خصوصی باشد. هیچ امکان دیگری که در قسمت‌های دیگر از کشور حمایت و پشتیبانی دریافت شود وجود ندارد. ممنوعیت اخراج ملی: اگر دلایل دیگری وجود داشته باشد که اخراج را غیر ممکن یا غیر منطقی به نظر می‌رساند، پناهندگی اعطا می‌شود. خطر قابل توجهی برای زندگی از دست دادن اعضای بدن یا آزادی وجود دارد، مانند مواردی که شخص در حمایت فردی دریافت می‌کند، با این تفاوت که خطر موجود کمتر بررسی می‌شود. اخراج به دلایل قانونی امکان پذیر نیست. به طور مثال برای حمایت از اعضای خانواده در مورد یک بیماری جدی از جمله بیماری روانی که در کشور مبدأ قابل درمان نیست، یا افرادی که از چنین شخصی مراقبت می‌کنند. اما موانع بسیار زیاد است. به ویژه در مورد بیماری‌های گواهی پزشک متخصص مورد نیاز میباشد. اگر گواهی پزشک موجود نیست، احتمالاً بنف از شما درخواست میکند که آن را تهیه کنید. تصمیم: بنف میتواند تصمیم بگیرد مثبت یا منفی. تصمیم مثبت به این معناست که شما در حال حاضر اجازه اقامت در آلمان را دریافت کرده اید. اگر به شما پناهندگی سیاسی داده شود، 3 سال اقامت، حمایت فرعی 1 سال و ممنوعیت اخراج ملی نیز 1 سال به شما داده می شود. سپس بررسی می شود. در صورتی که وضعیت کشور مبدأ تغییر قابل توجهی نداشته باشد، اقامت در هر صورت تمدید خواهد شد. مهم است که بدانید مبنای قانونی اقامت شما چیست، زیرا بسیاری از مزایای اجتماعی و حقوق خاصی با آن همراه است. مدت زمان تصمیم گیری بسیار متفاوت است. این فرآیند می تواند چندین ماه طول بکشد. بنف موظف است حداکثر 6 ماه پس از قرار ملاقات با بنف یا ورود به بخوم اطلاعاتی در مورد وضعیت عمل ارائه دهد. با
مشاور در کمپ خود صحبت کنید. راه حل قانونی: تجدید نظر در صورت جوابیه منفی، اما به مهلت‌های بسیار کوتاهی وجود دارد، یعنی 1 یا 2 هفته. همیشه باید یک وکیل برای دادخواست استخدام شود. مشاوره اولیه معمولاً 100 تا 200 یورو هزینه دارد. پرداخت اقساطی اغلب امکان پذیر است، پس سعی کنید برای آن پول پسنداز کنید. درخواست تجدید نظر در صورت جوابیه منفی: با یک تصمیم منفی مستقیما به ما مراجعه کنید. در صورت رد شدن نه تنها می توانید شکایت کنید، بلکه می توانید از حمایت بهتری نسبت به آنچه که از طریق دادگاه اعطا شده است دریافت کنید. از آنجایی که وضعیت حقوقی و اطلاعات داده شده در اینجا می تواند دائما تغییر کند، مشاوره فردی همیشه توصیه می شود. آیا شما هنوز سوالاتی در ذهن خود دارید و یا مشاوره به صورت فردی احتیاج دارید؟ در ساعات اداری مراجعه کنید. وقت ملاقات با ما بگیرید. در موارد خاص با تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید. به اطلاعیه کانتینر F توجه کنید. ساعات اداری ما دوشنبه و چهارشنبه 10 صبح تا 11:30 صبح و پنجشنبه 2 تا 3:30 است. ما را در کانتینر F پیدا خواهید کرد. ورودی در پشت است. تولید این فیلم اطلاعاتی با پشتوانه مالی سازمان ملل متحد برای حمایت از پناهجویان تأمین شده است.